سلام به همه دوستای خودم. امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدین به چنل من. امروز قراره یه موضوع باحال رو با هم بررسی کنیم که مطمئنم کلیاتون دنبالشید. چطور بدون هزینه و دردسر اسکین رایگان CS2 بگیرید. اگه اولین بارت ویدیوی منو میبینی، حتما چنل رو سابسکرایب کن و یه لایک مشتی هم پای این ویدیو بذار که هم بهم انرژی بدی، هم یوتیوب این ویدیو رو به بقیه هم نشون بده. خب بدون معطلی بریم سراغ اصل مطلب. همونطور که میدونید اسکین های CS2 قیمت های بالایی دارن و خریدشون برای همه مقدور نیست، مخصوصا اگه بخوای اسکین های خفن مثل نایف بگیری. ولی یه راه ساده هست که میتونی بدون خرید مستقیم همین اسکین ها رو به دست بیاری. کاری که باید بکنی اینه که یه ربات تلگرامی رو که من خودم مدت هاست ازش استفاده میکنم و واقعا جواب میده رو استارت کنی. توی این ربات شما هر روز میتونید روی آیکون الماس که بالای صفحه است کلیک کنید، به طور رایگان 100 تا الماس بگیرید. تازه این فقط اول کاره. پایین صفحه یه سری تسک ساده گذاشتن. مثلا میگه برید عضو یه گروه یا کانال بشید. همین کار ساده رو انجام بدید، یه مقدار الماس رایگان دیگه میگیرید و همینجوری الماساتون زیاد میشه. از همه مهمتر بخش دعوت دوستانه. شما یه لینک اختصاصی دارید که اگه اون رو به دوستاتون بدید و اونا از طریق لینک شما عضو ربات بشن، 500 تا الماس بهتون تعلق میگیره. یعنی چی؟ یعنی فقط با دعوت 6 تا دوست میتونید یه صندوق 3000 الماسی باز کنید که احتمال بردن یه اسکین گرون قیمت توش زیاده. حالا برای اینکه اسکین رو ببرید توی اکانت استیم خودتون، باید از منوی ستینگ لینک ترید URL استیمتون رو به ربات بدید. اگه نمیدونید از کجا بیارید، وارد استیم بشید، برید توی قسمت اینونتوری و از اونجا لینک تریدتون رو کپی کنید و توی ربات ثبت کنید. حالا فرض کنیم الماساتون به حد نصاب رسید. از منوی چست صندوق مورد نظرتون رو انتخاب میکنید و بازش میکنید. بعد ربات بهتون میگه چه اسکینی برنده شدید. خب بعد اینکه اسکینتون مشخص شد، میتونید اسکین رو نگه دارید یا در ازای مقداری الماس اونو به خود ربات پس بدین.
وقتی این مرحله انجام شد، از قسمت withdrawal میتونید اسکین رو درخواست بدید. یه نکته مهم، بعضی وقتا انتقال اسکین یکم طول میکشه. پس اگه فوری نیومد نگران نباشید. حتما انجام میشه. خبر خوب اینه که اخیراً یه تسک جدید به ربات اضافه شده. الان میتونی با وصل کردن اکانت استیم و فیسیت خودت به ربات بدون هیچ هزینه اضافه یه مقدار الماس رایگان بیشتر بگیری. فقط کافیه وارد تنظیمات ربات بشی، بخش اتصال اکانت استیم و فیسیت رو پیدا کنی، طبق آموزش لینک حسابات رو وارد کنی و سیو کنی. به همین راحتی یه مقدار الماس اضافه هم به حسابت میاد که مسیرت برای باز کردن اولین صندوق رو سریع‌تر میکنه. جدیدن یه چالش هم ربات برگزار کرده که اگه 28 روز پشت سر هم به ربات سر بزنید و یک جعبه باز کنید، توی روز 28م میتونید یک اسکین نایف خفن برنده بشید. لینک همین ربات رو توی دیسکریپشن ویدیو براتون گذاشتم. اگه با لینک من ربات رو استارت کنید،
کلی به من کمک میکنید تا آموزش‌های خفن‌تر و ربات‌های معتبر بیشتری رو بهتون معرفی کنم. اگه سوالی داشتی حتما توی کامنت‌ها بپرس. خودم شخصا جواب میدم. اگه اسکین خفنی بردی توی کامنت‌ها بگو. ببینیم کی شانسش بیشتره. مرسی که تا آخر ویدیو با من بودی. اگه دوست داری آموزش‌های بیشتری درباره گرفتن اسکین رایگان یا ترفندای CS2 ببینی حتما بهم بگو. تا ویدیوی بعدی فعلا خداحافظ.